سلام علیکم وطندارای گل. امیدوار هستم که جور و صحتمند باشید. سمیع الله ایوبی هستم. امروز میخوایم که براتان یاد بدم که چطور بودی کوین های رایگان به دست بیارین تا بتانین که در این قسمت از این بودی کوین ها استفاده کنین. خب وارد شاپ میشیم، میبینیم در اینجا آیتم های زیاد هست. این دی پی است، اسکین دی پی است یا بایک است. بایکشان زیاد مقبول است. دیگه اینی کالا است، کالای زنانه است. اینی استایل موی است. اینی کالای دیگه است و دو دانه اسکین میتیک است و یک دانه هم خانه اسکین سادهش است. دیگه اینا رو مبراییم، میبینیم کم کم که در کجا از پیدا میشه، ما از کجا پیدا کده میتونیم می بودی کوین ها را و کالکتشان کده میتونیم تا بعدا در شاپ استفادهشان کنیم. در قدم خود از این ایونت وقتی که کریت میزنین سر از این ایونت 70 تا که بزنین براتان 40 دانه بودی کوین میته و 100 دانه داره و 1.5 تا داره. از این قسمت گرفته میتونین بودی کوین ها را و در صورت که زیاد یوسی ندارین، یوسی نمیزنین، دیگه از قسمت از این ایونت ها میشه که بعضا بودی کوین به دست بیارین. در اینجا فعلا وقت اسکرول داون میکنین میبینیم که در اینجا بودی کوین ها وجود داره. 4 دانه بودی کوین است که میشنش پوره کنیم براتان دیگه بودی کوین میده. از این قسمت دوباره میریم طرف شاپ ببینیم که در شاپ چی هست. یک ایتمایش براتان توضیح میتم که بعدا با مشکل گرفتار نشین. اینجا دو دانه اسکین است، یعنی شکل اسکین است. اول باید خودش آواز کنین، بعدا میتونین که از این اسکین یا اسکین بغلیش استفاده کنین. در غیر از او از این اسکین ها استفاده کرده نمیتونین. دیگه بر فعلا اینما قدر آموزش های ما بود. قبل از این که خداحافظی کنین لایک و سابسکرایب یادتان نره و به خاطر از اینکه از ویدیوهای دیگه ما با خبر شویم زنگوله را فشار بتین. خداحافظ، الله نگهدارتان.